یه غروب خوشگلی که متاسفانه داریم از دستش میدیم، ولی خیلی خوشگله. ببینین اینجا ورودی دلحمیده. بعد وقتی که واردش میشین، الان البته شبه، فردا حتما تو روزشم بهتون نشون میدم، ولی خیلی باصفا و خوشگله. دوتا تاب باحالم اونجا داره. چقدر خوش. اوه سلام. اینم یه اتاق کوچولوی جمع جور. همینه. تمام. قایق کشتی لنج میخوایم بریم اسکله جزیره هرمز. باش ما از اسکله که پیاده شدیم، اینجا یه بازار باحال داره، پر لباسای محلی، شال و اینا، خیلی بامزه است. فکر کنم باید این موتورا سوار شیم بریم تا جزیره. وای خیلی بامزه است. اگه این آقای نمیگفت محمد تو عکس، باور کن میگفتم هندوستانه. اصلا میگفت پذیرفتی. دور دریاست. اینجا هم آره برعکس باشه، بعد اون پایینش رو به بالا بده که این صخره ها از نزدیک چقدر بامزه است. نمکن اینا همه.
میشه برید درد میشه بچه کوچیک باید برید یا تجهیزات داشته فقط من دارم من دارم سکیبش که دارم به رو انگشتم هم میشه چیزی بزنی؟ اومدیم اینجا غروب لافت رو ببینیم. البته فعلا باید صبر کنیم. اینجا باید بریم غروب رو نگاه کنیم. غروب زیبای بندر لافت. البته امروز متاسفانه هوا ابری بود و اون غروبی که میخواستیم و ندیدیم، ولی بازم خیلی خوشگله. اینجا هم دقیقا روبروی اون غروب آفتابه از بالای کوه. ببین چقدر قشنگه. اینجا اون ویوی شهر لافت بود که ما غروب آفتاب رو دیدیم و از این طرف هم اگر برگردیم خود شهر لافته. چقدر قشنگه. اینجا 360 تا چاهه که بهش میگن چاه طلا. طلا با ت دو نقطه که آب از کوه میریخته توی این چاه ها مال اون موقعی که آب نداشتن و خیلی ارزشمند بوده براشون. اومدیم یه باغ وحشه مثل که خیلی کوچولو و جمع و جوره ببینیم، بعدم بریم یه جای جذاب دیگه. توتی های کوتوله. کوتوله های با مزه. قرقاول. تو هم بیا. سلام خوشگل. معرفی میکنم غزل و عسل. خدا. خب نگین خانم رو در تصویر داریم. سلام نگین. سلام. مجه هاشو حالا این ما میریم مجه میکاریم. ایشون تیمور هستن، یکیشون اسمش ستایشه، یکیشون هم فیلیپ. تیمور داداش این تو کام ستایشه. این که فیلیپ هستن. ستایش. رامین و مینا. وای خیلی خوبه. معرفی میکنم قزنفر. او خدا خسته است. کلا صبح
خوابه شبا بیداره اونی که الان بالاست رامین چقدر شیطونی. بهش میگن خارپشت. تا 7 صبح میخوابه تا 8 شب. ایشون 8 شب تا 7 صبح جوجه بیداره. تیغی هستن. شب کاره. شب بیداره. شبا ساعت کار. الان خوابه. کارش هم ریشه درخت. کارش اینه که ریشه درخت بخوره. برا همین زیرشو سیمان کردن که نتونه بکنه بره. یه دفعه مثل که کنده رفته بعد گذاشتنش اینجا. اونم عقاب. قسمت ترسناک ماجرا کرکدی. اصلا یه مدل کروکودیل پوزه کوتاه مال ایرانه. دندوناش چقدر نامرتبه. ارتودنسی لازم داره. یه حوض آب کوچولو براش درست کردم. این کوچولو اینجا تنها برای خودش داره شنا میکنه. یه دونه اونجاست، یه دونه اینجا. ایشون 4 سالشونه. چی میره این توی دوری بزنه بیاد؟ چی کار میکنه مگه؟ هیچ. یه لقمت میکنه. یه ستارگان خیلی خوشگله.